البته دنیا مرگ قامت پادشاه ها را هم میشکند، قامت فقیرها را هم میشکند، قامت منصبدار را هم میشکند، قامت پولدار را هم میشکند. اگر ما و شما تصور کنیم در همین دنیایی که ما و شما زندگی داریم، وقتی شما از مادر یا ما از مادر میاییم، باور کنید اگر وجب کنن بدن ما و شما را، همگی سه وجب بدن ما و شماست. برادرها و خواهرایی که از ویتیلیگو یعنی از سفید شوی پوست اذیت میکشید، بهترین راه حل را شرکت شفافرما به شما پیشنهاد میکند. مرحمت به شما ماز پیگمنتو و تبلیت پیگمنتو رو توصیه میده شرکت شفافرما که در مدت کوتاه‌ترین شما میتوانید پیگمنت خود رو یعنی سفید شوی پوست خود رو برطرف کنید. برادرها و خواهرایی که در همین مشکلی دچارند میتوانند مراجعه کنند و کسل خود رو توبت کنند. برادرای عزیزی که قرآن خوندن نمیتونید با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هسته. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. این یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیاتی که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسه، هم با زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سه وجب بدن ما و شماست و وقتی که تصور کنیم که ما به وایه میرسیم، به یک سین بلاغت میرسیم و مرگ بالای ما میآید، جان ما و شما را خداوند میگیرد. اگر بدن ما و شما را وجب اندازند، بدن ما و شما 10 وجب می شود. یعنی در حالتی که تولد می شویم 3 وجب زمین صاحب میشیم، وقتی به وایه می رسیم 10 وجب زمین از خود می کنیم، یعنی 2 متر زمینه. یعنی در همین بین اگر جدا کنیم برای 7 وجب زمین در این دنیا چگونه عمر خودمان ما سپری می کنیم خود تصور کنیم. برای 7 وجب زمین امروز بندگان خدا اطاعت خدا را نمی کنند. امروز بندگان خدا فریفته همین دنیایی که ما وصف او را برای شما کردیم فریفته همین می شود. امیرها در نزد قبر بیچاره هستند، امیرها در نزد قبر گریه می کنند و از خدای خود چکار می کنند؟ برای رحم جان خود جان دعا می کنند. جهان ای برادر نماند به کس، دل اندر جهان آفرین بند و بس. مکن تکیه بر ملک و دنیا و پوشت، که بسیار همچو تو پرورد و کوشت. چو قصد رفتن کند جان خاک، چو قصد رفتن کند جان پاک، چه بر روی تخت مردن چه بر روی خاک. دنیا البته حاصلش همین است. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. خداوند در سوره منافقون بر ما و شما خبر میدهد ای کسانی که دعوای ایمان دارید، ای کسانی که شما مرد مسلمان و یا زن مؤمنه هستید، شما را مال شما فرزندهای شما از یاد خدا غافل نسازد و هر کسی را که دنیای او، مال او، فرزند او مانع عبادت او شد فاولئک هم الخاسرون. خداوند خبر اینه به ما و شما داد، آنها از جمله کسانی هستند که زیان در جان خود کردند. اینا از طایفه کسانی هستند که جبر دیده و زیان خدا را میکشیدگی در روز قیامت هستند. این که میخستی و میخفتی، زن و فرزند و مال میگفتی. صوفی علیار میگوید این که میخستی و میخفتی، زن و فرزند و مال میگفتی، بی وفا بوده است مال و جفت، نزد مولای خود چی خواهی گفت؟ اینا بی وفا بوده ینکو. وقتی تو را در قبر میگذارند کدام فرزند تو در پهلوی توست؟ وقتی تو را در قبر میگذارند کدام
دلاری تو یا سامانی تو یا ماشینی تو یا قلعه و قبله تو در پهلوی توست. هیچ کدام اینا در پهلوی شما نیست. اون داخل قبر مکانی هست که فقط عمل صالح شما، فقط عبادت های نیک شما در نزد خدا پسند می آید و شما از عذاب قبر چکار میکنین؟ نجات می یابین. من احب الدنیا ازر بآخره و من احب آخره ازر دنیاه فآثر ما یبقی علی ما یفنی. پیغمبر خدا میگوید کسی اگر دنیا را دوست داشت آخرتش زلال میبیند. کسی که اگر آخرت دوست داشت دنیاش زلال میبیند. رسول الله چی گفتن؟ فآثر ما یبقی علی ما یفنی. خود اختیار کنین کدام دنیا برای شما بهتر است. آن دنیایی که پاینده است اون بهتر است و این دنیایی که فنا شونده است این برای شما بهتر است. کدامش برای شما بهتر است؟ همونش برای خود چیکار کنین؟ انتخاب کنین. خوش به حال اون برادرانی که از این مکر دنیا و از این زینت دنیا در فریفته نمی شوند، بلکه اساسی بنده خدا می شوند و در همین دنیا چیکار میکنن؟ خدای خودشانه عبادت میکنن. هیچگاه فریفته این دنیا و مال این دنیا نمی شوند. موعظه ای که امروز چگونه ای که با شما خبر دادیم درباره احترام پدر و مادر است و انشاءالله خیلی با دقت باشید، زیرا امروز خیلی صحبتی در این باب برای همه ما و شما لازمی هست و مقصد این برادرهایی که از ما التماس کردند که اکثرا در مجلس های ما و شما امروز جوانهای زیاد جمع می شوند که الحمدلله همه صاحب پدر و مادر است و می خواهم که بعد شنیدن این صحبت هایی که الحال به گوش شما می رسد یک تفکری کنید و باز همین دنیا و باز همین زیورات و همین زیباگی دنیا شما را فریفته نکند و از احترام پدر و مادر خود دور نباشین، که زیرا که کسی که پدر و مادر خود احترام نمی کند انشاءالله جزای او چه هست الحال گوش می اندازیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظیم. الحمدلله. آیت هایی که تلاوت کردیم از سوره مبارکه اسراء هست که همه این آیت ها ما و شما را وادار می سازد که خدمت پدر و مادر خود انجام بدهیم. خداوند سپارش می دهد و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه. صاحب تفسیر ابن کثیر می گوید
خداوند در اینجا و قضا گفت، یعنی به شما میگوید قضا در اینجا به معنای امر آمده است. خداوند بر شما امر میکند ای بندگان خدا. چه امر میکند؟ الا تعبدوا الا ایاه. هر وقتایی که بندگی میکنید به جز ذات پر اقتدار من در هیچ چیز دیگر شما عبادت نکنید. پرستش فقط و فقط لایق من است، دیگر هیچ چیز لایق پرستش نیست. بندگان من، وقتی اگر شما محتاج به یگان کار میشین و یا کار شما در پیش کسی میغلطد، از من شما یادآوری کنید، از من یاردم طلب کنید. شما پیش فالبین نرین، شما پیش مزار نرین، از اونها مدد طلب نکنین. اونها خود عاجز هستند، اونها خود بنده من هستند. شما فقط و فقط الا ایاه، مگر به سوی من رجوع کنید، کار شما حاصل می شود. شما نزد هیچ ایشان و داملا برای تمار کشایشی کار نرین. اگر که خدا را عبادت کنین، تمار شما نهمون است. اگر شما حلقه ها و گردن های شما، بنده های دست شما، حتی از پیغمبر شما اگر تمار بگیرین لیکن عبادت خدا را نکنین، تمار برای شما فایده نمیده. امروز اکثر بندگان خدا را میبینی نماز نمیخوانند، عبادت خدا را نمیکنند، محمد را نمیشناسند، نزد یک داملا میآیند تمار طلب میکنند. تمار برای چی؟ برای کشایش کار. کشایش کار خدا خودش میده. کشایش کار داملا داده نمیتواند، تمار حل کرده نمیتواند. خدا میگوید به جز من دیگر هیچ چیز را بندگی نکنید، از هیچ چیز شما طلب مدد نکنید. این نعلهای اسبی که شما در دروازه ها زدین، این خارهایی که در پشت دروازه های خود زدین، شما به سبب اینها در نزد خدا عاصی شدین، گناهگار شدین، شما در شرک دست زدین، شما در نزد من مستجیب عذاب شدین. الا ایاه و بالوالدین احسانا. خدا در دوام این به ما چی سپارش داد؟ به ما و شما سپارش داد بعد آنی که مرا شناختید و یگانگی من را اعتقاد کردید و بر قدرت من شما قائل شدید، و پدر و مادر خود نیکویی کنید. و بالوالدین احسانا. اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما. پدر یا مادر یا یکی از این دو، خدا گفت کلاهما، یکی از این دو اگر به سین سالی پیران سالی که رسیدن، شما خدمت از اینها کنده نکنید. در اون حالت به اینها چیکار کنید؟ خدمت کنید. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. خدا در دوام چی سپارش میدهد؟ اینا سپارش خداوندی است. اولا با پدر و مادر احترام کنید، پدر و مادر حرمت بجا بیارین. یک سپارش دویم همین است که وقتی از اینها که به پیری رسید، به سین سال رسیدن که احتیاج به سوی فرزند پیدا کردن، دویم سپارش من این است که احترام پدر موی سفید و مادر کم پیری خدا در آوان پیریشان بجا بیارید. دویم سپارش من است. خدا به ما و شما سپارش داده ایستاده است. ولا تقل لهما اف. ای بنده من، هر وقتایی که اگر تو دلتنگ شوی، هر وقتایی که اگر کار برای تو پدر و مادر سپارش داد، یا ای بنده من وقتی که اگر درد در وجود تو پیدا شد، تو در نزد پدر و مادر کلمه اف را استفاده نکن. ولا تقل لهما اف. تو نمیدانی او پدر و مادر، تو میوه دل پدر و مادر هستی. وقتی تو اف میگوی، تو دل مادر و پدر آزرده میشوند، دل پدر و مادر غمگین میشود. اگر تو فرزند سالم باشی، صالح باشی، در نزد پدر و مادر کلمه اف را استفاده نکن. ولا تنهرهما. در دوام آیت خدا با سپارش داد. سپارش چهارم من بر شما این است: وقتی پدر و مادر با شما صحبت میکند، شما به سوی پدر و مادر کینه آمیز سخن نگویید.
با پدر و مادر با سخن درشت صحبت نکنید و به سوی پدر و مادر داد نزنید، فریاد نزنید و بر او خبر ندهید که پدرتون نمیدانی یا مادر کار خودت را بکن. ولا تنهرهما، این سپارش من است. واغفظ لهما جناح الذل من الرحمه. خدا میگوید وقتی پدر و مادر وارد خانه تو شد ای فرزند، واغفظ لهما جناح الذل، بال تواضع، بال رحمت را به مهربانی با پدر و مادر انجام بده. پدر و مادر که نزد تو داخل شد، تو فرزند او که باشی، سپارش من بر تو این است که نزد پدر و مادر راست شو و السلام علیکم و رحمت الله گفته مرحمت پدر را در بالای بالین ملایم چکار کن، شینان. این سپارش خداست. واخفض لهما جناح من الذل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من سپارش دیگری من بر شما این است. خدا میگوید چه هست سپارش دیگر؟ سپارش این است که وقتی که ای فرزند انسان نماز میخوانی، دعا میکنی، پدر و مادر را در دعا کردن فراموش نکن. وقتی اگر پیرانسال باشد بگو خدایا پدری مرا مادری مرا از دنیا به نور ایمان ببر. اگر بیمار باشند بگو پروردگارا درد این پدر و مادری مرا سبک بگردان و خدایا درد این به سر من بیار. پدر و مادری مرا دردمند نساز. خدایا پدر و مادری مرا مغفرت کن. خدایا تنی صحتشان نصیب بگردان. خدا سپارش میدهد و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. لکن در دوام خدا چی گفت؟ گفت ای فرزند، گفت تو به این نناز و به این فخر نکن که من دعاگوی پدر و مادر هستم. به این نناز، زیرا کما ربیانی صغیرا، زیرا تو خوردی اختیاد کن که این پدر و مادر در حق تو دعا کرده بودن، تو عوض همون داده ایستاده ای. این معنای او را ندارد که من فخر کنم که امروز من دعاگوی پدر و مادر شدم. خدا میگه زیرا که اینها تربیت کننده تو بودند در زمانی که تو قدرت نداشتی که یک پشه را از روی خود دور کنی، این پدر و مادر بود که پشه ها را از روی تو دور میکرد، آسیب و ضرر را از روی تو دور میکرد. اینا چه هستند؟ اینا سپارش خداوند بر همه ما و شما هستند. خوش به حال همون فرزنده که این سپارش های خداوندی را انجام میدهد و با گفته این قرآن عمل میکند. خوش به حالش، خوش به حالش که اگر همین دنیایی که ما به شما گفته بودیم فریفتش نمیکند و کار میکند که خودش محبوب خدا و محبوب در بین مردم میگرداند. یک مردی آمد میگد، یک حدیث یادم آمد، جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته. پیغمبر خدا، یک مرد آمد، مرا بر یک عمل دلالت بکن، بر یک کار برگردن من وظیفه بگذار تا که اگر همون عمل را من انجام دهم احبنی الله و احبنی الناس، تا که خدا مرا دوست بدارد، مردم مرا دوست بدارد. رسول اکرم چی گفتند؟ گفتند ازهد فی الدنیا یحبک الله و اذهد فی ما عند الناس یحبک الناس. فرزند من گفتن اگر تو بخواهی عملی را انجام دهی که به سبب انجام او خدا تو را دوست بدارد، مردم تو را دوست بدارد، این است که دنیا را بد ببین، خدا تو را دوست می‌دارد. و آن چیزی که در دست مردم است هوس اون و حسد بر مال مردم نبر، مردم تو را دوست می‌دارد. این سپارش عملی بود که پیغمبر خدا بر همان جوان چکار کرد؟ سپارش داد.
امروز البته سفارش پیغمبر خدا را ما و شما باید که عملی کنیم. بر الوالدین افضل من الصلاة والصوم والحج والعمره والجهاد فی سبیل الله. پیغمبر خدا را حدیثش میگوید خدمت کردنی در حق پدر و در حق مادر چی مکافات دارد؟ رسول الله گفتند خدمت کردنی در حق پدر و مادر این بهتر است از ثواب نماز. نماز اینقدر ثوابی بی نهایت ثواب دارد که دیگر عدد او را ما و شما حساب کردن نمیتونیم. از ثواب نماز دیده احترام پدر و مادر چی هست؟ بالا هست. و صوم، یک ماه ما و شما روزه می‌داریم، زحمت ها دارد، مشقت ها دارد، لکن از ثواب همون ماه رمضانی که خداوند خود گفته است که من مکافات روزدارها را من خود داده میتونم، کسی مکافات اینها را داده نمیتواند، از حساب زیاد بودن ثواب، از ثواب همین روزه دیده خدمت پدر و مادر رسول اکرم بالا دانستند. گفتن این خدمتش چی است؟ این ثوابش بالاتر است. والحج والعمره، پیغمبر خدا گفت از ثواب نماز هم زیاد است، از ثواب روزه هم زیاد است. و ببین شما چندین هزار دلار برای ادا کردن حج چکار میکنین؟ صرف میکنین. بازم اینقدر مبلغی ما و شما رفتن، چقدر مشقت ها در اون موضع های مبارک ما و شما میکشیم. رسول الله گفتند خدمت پدر و مادر از ثواب حج دیده بالا هست. والعمره، حج عمره هم حج سنتی است، حج سنت است. در تمام سال انسان میتواند که حج عمره را به جا بیارد. حج عمره از حج فرضی با خیلی فرقیت ها دارد، یعنی خیلی سبک است احکامش. خیلی کردن حج عمره برای ما خیلی سبک است، زیرا یک طواف دارد و یک سعی بین صفا و مروه دارد. خلاص از همان عمره هم دیده رسول اکرم گفتند چی است؟ ثواب خدمت کردن پدر و مادر بالاتر است. والجهاد فی سبیل الله، بین رسول الله گفتند از ثواب روزه، از ثواب نماز، از ثواب حج، از ثواب عمره و دیگر از ثواب جهادی که انسان در راه خدا برای حمایه وطنش، برای حمایه پیغمبرش، برای حمایه قرآنش در راه خدا با دشمنهای خدا می جنگد. یعنی دیگر نه فرزند، نه خانه، نه اولاد، نه اجداد، نه مال او دیگر یاد او نمیزند، مگر در راه خدا می جنگد که خداوند برای مجاهدین در راه خدا جنت به حساب چکا کرده است؟ وعده کردگی هست. از ثواب جهاد هم دیده چی است؟ گفتم پیغمبر خدمت کردن در حق پدر مادر بالاتر است. خوش به حال همون جوان، خوش به حال همون مردی که پدر و مادر از او راضی هست و در حق او چکار میکنن؟ دعا میکنن. باور کنین از این ده خرسند آور دیگر نیست. وقتی که پدر یا مادر چکار میکند؟ دست میبردارد، آیا در هیچ تهمت ها و بهتان ها همین فرزند مرا گرفتار نکن، ایمانی به سلامتش نصیب بگردان. از زبان کدام پدر در حق فرزند که این دعا اگر نازل شد، خوش به حال همون فرزند. از اونی که وقتی که پدر یا مادر شکایتی از فرزند میکرد که فرزند گپی من گوش نمیکند، فرزند به سوی من داد میزند، فریاد میزند، حکمهای من در خانه جاری نیست مگر که همین فرزند است، همون زنی فرزند میداند همون خلاص، دیگر ما در خانه محروم هستیم. وای بر حال اون فرزند، وای بر حال اون فرزند. یک تاجر بود میگد در دوره های خلافت حضرت عمر تاجری میکرد و زنی داشت. میگد روز مادر همین تاجر خانه فرزند با یک امید آمد، با امید آنه که
البته مادر و پدر شما فراموش نکنید که نفقه اونها را رسانیدن، چه از لباس چه از شکم او، در گردن فرزند است. این مادر میگه با همین امید خانه همین فرزندش آمد. این فرزند تاجر بود، مالدار بود، پولدار بود، تا جایی که فرزند خود رفته خانه مادر یا پدر خبر بگیرد، برای اونها از مال ثروتی داشتگیش ادا کند تا که در مال او، در عمر او برکات شود. این مادر بیچاره چیکار کرد؟ خسته خانه فرزند آمد. امروز بسیار از این گونه فرزندهایی که مادر اونها را خبر میگیرد، نه فرزند، حالان که حقی خبرگیری فرزندها دارند، نه پدر مادر. آمد میگد در خانه داخل شد، گفت فرزند گفت گرسنه ماندم، چیزی در خانه نیست، نزد شما آمدم، ما مادری تو بودیم، تو را به دنیا آوردیم و تو را تربیه کردیم، از نعمتهای خدا تو را محروم نساختیم، همه حالت از حال تو من خبرگیر بودم، تو از اینها درکدار هستی، اگر چیزی باشد برای نفقه بر من نصیب بگردان. این زن نزد این تاجر یعنی شوهرش گفت مادری تو هر روز که خانه ما و شما می آید و دائم از خانه ما و شما طلب دارد، راستی بار از دست این مادری تو ما مانده شدیم، چی می شود که این از همین خانه محروم بسازی؟ این فرزندی که البته ناقابل بود، فرزندی بگیم از احکام ارکان خدا که درک نداشت، نمیدانست که پدر و مادر حکمش از 1000 زن بالاتر است. در حال به گفته همین زنی خود آمد و مادر از خانه خود چکار کرد؟ پیش کرد. گفت مادر دیگر در این خانه من تو را دیگر نبینم، از خانه بیرون شو. دوره های خلافت حضرت عمر بود. این مادر میگه در نزد همان فرزند خود دستش برداشت، گفت پروردگارا، گفت من میدانم که تو صدای مادر و پدر میشنوی، من دعا میکنم که خدای همین فرزند مرا در یگان مصیبت و مشکلات گرفتار کن. و از خانه میگد با چشمهای گریان و با یک دست خالی میگد به سوی خانهش روانه شد. دیری نگذشته این تاجر میگد مادامی که تجارت داشت از خانه بیرون شد و به تجارت رفت. در اثنای راه میگه چی سبب شد که رفیقانش میگه از این تاجر جدا شدند. آنها پیشا پیش رفتند و این تاجر در اثنای راه باقی ماند. به ناگاه میگه یک گروه میگه از راهزنهای همون زمانه میگه نزد این تاجر حاضر شدند و آن چیزی که در بدنش داشت همه پیسه و مال و ملکی او را گرفتند. بزم ای گفتن چیکار کردند؟ دستهای این تاجر میگه قطع کردند و در پیشش میگه گذاشتن و همه میگه هر طرف رهسپار شدند. این غضب خدا بود، این دعای مادر بود. این فرزند میگه دستهای خدا میگه در یک لطه میگه پیچاند و با یک حال زار گریان میگه به همان ملک میگه داخل شد. وقتی که به مادر میگه این سخن رسید و این صدا رسید، مادر که یک کان رحم است، البته به فرزند همون ناخوب و ناقابلش می سوزد. وقتی شنید که فرزندش در این احوال گرفتار است، میگه خیلی نزد فرزند آمد تا جای فرزند از او بخشش طلب کند. بخشش میطلبید که فرزند من همان روز من از تو نارضا شدم، شاید که همان زمان دعای من در نزد خدا اجابت خدا دریافت کرد و تو بر همین بلا مبتلا شدی، خاک بر سر مادری تو گفته. باز خودش این مادر دعا میکرد و این تاجر باشد میگفت که من حس کردم. مادر گفت اون زمانی که تو از خانه بیرون شدی دلی خودم خیلی و خیلی غمگین شد و فکر کردم که به سر من یگان بلای البته آمدنی هست. انا حاصلش گفت الحال دیده ایستاده. این مادر چیکار کرد؟ میگه شبی دراز میگه این فرزند داد میگفت، اوف میگفت. طبیب ها حاضر کردند و دعا میکرد که خدایا همین فرزندی مرا سالم بگردان،
همین فرزند مرا سلامت بگردان. البته آن چیزی را که خدای ما و شما بخواهد او چی می شود؟ او اجرا می شود. رسول اکرم می گوید ثلاث دعوات مستجابتون، 3 دعای هست که دعای اینها رد نشونده هستند. دعای اینها را خدا میشنود، نزد دعای اینها هیچ پرده ای نیست، دعای اینها قبول می شود. یکی دعای چی است؟ دعوت المسافر و دعوت المظلوم و دعوت الوالد للولد. رسول الله گفتن یکمش دعای مسافر است. کسی مسافر باشد در خاندان ما و شما اگر مهمان شود، دعای را حتمی شما چکار کنین؟ دعای را بگیرین که رسول اکرم گفتن دعای مسافر قبول است. دویم دعای مظلوم، کسی که بیچاره است، کسی که نارسایی ها دارد، کسی که خار است، کسی فقیر است، خیلی مشکلات قطعی زندگی دارد و این مظلوم است. دعای او را ما و شما هم چکار کنیم؟ دریاب کنیم، دعای او را بگیریم. انشاءالله در نزد خدا ما و شما چی میشیم؟ به دعای اون کس سربلند میگردیم. و سوم دعایی که پیغمبر گفتن قبول است، این دعای پدر و مادر در نزد خدا است. حتی پیغمبر گفتن لا شک فیهن، هیچ شک در قبول این 3 دعا در نزد خدا نیست. مادر دعا کردن، میگه این فرزند چکار کرد؟ به اصل پیشینه خود بدل گشت. لکن یک عبرت برای ما و شما از این قصه ها باید که حاصل شود که وقتی که ما و شما رنجش مادر میتیم یا رنجش پدر میدهیم، فراموش نکنین رسول الله به شما میگوید، رسول الله این کسی هست که سخنش حق است. این یگان گپی بیهوده نیست که بگیم که ناطقری گفتند یا اینکه گپی اون نمیشیدگی هست. نه، این کسی هست که از نزد مکان به ما و شما سخن آوردن که خدا خود گفت که محمد چیزی از پیش خود نمیگوید، هر چی میگوید سخن ما را میگوید. بر آباءکم تبرکم ابناءکم. پیغمبر خدا گفت اگر شما بخواهید ای مردم که از فرزندهای خود شما احترام بینین، از فرزندهای خود شما حرمت بینین و فرزندهای شما را نوازش کنند، بر آباءکم، اول شما پدر مادر خودتان احترام کنین. پدر مادر احترام کردین، شما چکار میکنین؟ در احترام فرزندهای خود دوچار بشوید. هر کسی که اگر در دنیا از دست فرزندهای خود و از دست دخترهای خود آزار میبینند، باور کن در این سخن باید شک نباشد اینها در پدر مادر شاید که خدمت نکرده باشند، شاید که در پدر مادر خدمت نکرده باشند که امروز فرزندهای اونها چکار میکنند؟ اونها را لطقین میکنند. زیرا بین قصه میکند، یک مرد میگد آمدم میگد نگاه کردم در یک کوچه که یک موی سفید را یک مرد لطقین میکرد، میزد. موی سفید میگد در زمین بود. چگونه یک کار به انصافانه است وقتی ما و شما اگر یک موی سفید در زیر کوفت و لغتی اگر یک جوان بینیم، برای ما و شما خیلی نفرت آور است. زیرا نخواه موی سفید در زمین یک جوان به سوی او دست میکشد. این جوان میگه نگاه کردم راستی بار خیلی غضبناک شدم و نزد اون موی سفید رفتم، میگه و اون جوان تله کردم، گفتم این چی کاری به انصافی است؟ تو از خدا نمیترسی؟ این موی سفید کی هست که تو اینقدر عذاب و مشقتش میدهی؟ موی سفید میگه از زیر زمین به پشت زده بود، به سوی من میگه اشاره کرد، گفت ای دادرگو خوش به حال تو، گفت خدا ترا رحمت و مغفرت کند، لکن این گفت از بالای من کنده نکن، بگذار مرا لطقین کند. گفتم چرا؟ گفت زیرا همین مکانی که الحال این بچه بر من لطکوب میکند، این بچه بیگانه نیست، این بچه من است. در همین مکان من پدر خودم همچنان زده بودم، پدر خودم من همین خیل معامله در همین مکان کرده بودم، امروز حاصل او را از فرزند خود دیده است. رسول الله میگوید کما تدین و تدان. این سخن حضرت عیسی است. رسول الله ذکر کردند چگونه که معامله میکنی همچنان معامله را انتظار شو. چگونه که معامله میکنی همگونه معامله را چکار کن؟ انتظاری کن. اگر امروز تو ظالم باشی، ان شاء الله از خدا باوری دارم وعده خدا حق است که تو در دست یگان ظالم دیگر گرفتار میشه. اگر امروز تو خواهر یک برادر زنا میکنی، البته خواهر اولاد اجدادت را زنا میکنند. این معامله هست که البته چی دارد؟ این قرض است.
امروز کردی، فردا تو جزاش نزد خدا میگی. امروز این برادر تو شرمنده کردی، اپای او را زنا کردی، مادری او را زنا کردی، خواهری او را زنا کردی، تو فراموش نکن که اپا و مادر و خواهری تو را کسی یافت میشود که زنا میکنند و تو را مثل این هم در دنیا هم در قیامت شرمسارت میکنند. اینا را فراموش نکنید. همه اون کسانی بدانند که در دنیا چگونه معامله کردین، معاملهش البته هم در دنیا هم در آخرت حاصلش شما میگیرین. عبدالله ابن عباس میگوید 3 آیتی هست میگه در قرآن که با 3 چیز دیگر پیوسته. یکی در سوره مائده در آیت 92 این است، دویمش در سوره نساء در آیت 77 او است و سیومش در سوره لقمان در آیت 14 او است. 3 آیتی هستند که با یکدیگر چسبیده هستند. اینها را کسی که اگر جدا کند، خدا گفته است از رحمت من در روز قیامت ناامید می شود. خوب توجه کنیم اینها کیا باشند؟ این بدبختا و این از رحمت خدا دربدگی ها کیا هستند؟ رسول الله گفتند من فرق 3 فرق الله بینه و بین رحمت یوم القیامت. هر کسی که اگر 3 چیز را از 3 چیز جدا بسازد، خداوند گفته است در روز قیامت از رحمت من اون بنده ناامید است. پدرها عزت من انشاءالله من یک صحبت در باب قیامت هم داریم. وقتی من دائم نام قیامت هم میگیرم، شما یک میدان دهشتناکی را برای خود تصور کنین که شما در یک میدانی هستین که اونجا دیگر نه تشنگی انسان میشکند و در اونجا غم و اندوه انسان خیلی زیاد است. مکانی هست که یفر مرء من اخی و امه و ابی. مکانی هست که همین مادری که برای تو دلسوز است، مادری که اگر تو را تب کند یگان بیمارخانه نمیماند، تمام جد دوا میکند، مادری که در حالت زاییدن تو تیار است که خود هلاک شود و فرزندش زنده ماند، همان روز قیامت همین مادر دلسوز از فرزند خود میگریزد. خود تصور کنید که چگونه میدان باشد. پدر از فرزند میگریزد، برادر را نمیشناسد.